4 معجزه از معجزات پیامبر که در قرآن کریم آمده است. سلام دوستان، قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر است. در قرآن آیات متعددی وجود دارد که معجزه بودن این کتاب الهی را ثابت می کند. برای نمونه تحدی قرآن بهترین دلیل بر اعجاز قرآن است که می‌فرماید اگر در این کتاب که بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید، سوره‌ای همانند آن بیاورید. تا امروز همه انسان‌ها از آوردن حتی یک سوره مانند کوچکترین سوره‌های قرآن عاجز بوده و تا ابد نیز عاجز خواهم بود. 2. علاوه بر این آیات فراوانی نیز در قرآن وجود دارد که بخشی از آنها از جهتی معجزه پیامبر اکرم به حساب می آید، نظیر اخبار از آینده، اخبار گذشتگان، معارف بلند الهی. زیرا مردم از طریق پیامبر با این مطالب وحیانی آشنا شدند. برای مثال 2 نمونه عرض می کنم براتون. آس بن وائل پیامبر را به علت نداشتن پسر ابتر می نامید. پیامبر وی را ابتر و نسل خودش را کوثر می نامید. این پیشبینی محقق شد و نسلش بعد از پسرانش منقطع شد، ولی نسل پیامبر همچنان پابرجاست. دیگر مثال خبر از غلبه روم بعد از آن که از سپاه ایران شکست سختی خورده بودند میداد. رومیان مغلوب شدند و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد، اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد. 3. قرآن از معجزات دیگر پیامبر به صراحت یاد می کند و آن اسرا و معراج رسول خدا است. پاک و منزه است خداوندی که بنده اش را شبانگاهان از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. این آیه درباره معراج پیامبر است که خداوند بعد از آوردن پیامبر به مسجد الاقصی وی را تا قاب القوسین یا نزدیکتر از آن به بالا می برد. شماره 4 که میشه گفت از عجیبترین معجزات پیامبر است، معجزه شق القمر، شکافته شدن ماه با اشاره حضرت است که در ابتدای سوره قمر به آن اشاره شده است. در ابتدای سوره قمر خداوند از این معجزه بزرگ پیامبر یاد می کند و می فرماید قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد. واقعه شق القمر از این قرار است که مشرکان مکه قبل از هجرت از پیامبر درخواست آیه و نشانه‌ای کردند و گفتند اگر واقعاً پیامبر خدا هستی ماه را برای ما بشکاف و 2 نیم کن. پیامبر به آنان فرمود اگر این کار را برای شما انجام دهم ایمان می آورید؟ گفتند آری. آن شب بدر بود، یعنی ماه در آسمان کامل بود. پیامبر اکرم از پروردگارش خواست تا ماه 2 نیم شود. با اشاره پیامبر صلی الله ماه به 2 نیم شد و عده زیادی معجزه بزرگ را دیدند، اما مشرکان دوباره این معجزه بزرگ را انکار کردند و گفتند محمد ما را سحر کرد. قرآن مجید این انکار مشرکان را به عنوان عادت همیشگی آنان بیان کرده و می‌فرماید و هرگاه مشرکان نشانه و معجزه‌ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است. آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. در ویدیو بعدی معجزه شق القمر را برای شما به صورت کامل توضیح خواهم داد. پس حتما لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید. به من خیلی کمک میکنه تا بتونم ویدیوهای بهتری برای شما بسازم. بدرود.